یک قصه در همون انیس الجلیس می آید. بسیار قصه عبرتگیری هست. می گوید یک مرد با دولت یک همسایه فقیر داشت. روز می گوید این فقیر گاوی داشت گوساله زایید. این آدم با دولت درکدار شد که گاوی همسایه‌اش گاوی این آدم فقیر گوساله کرده است. در او قاضی همون زمانه هم کدام پارخری بده است. این دولتدار میگد به همون قاضی مراجعت کرد که یا حکم برار که همین گویا که همین گوساله از اسب من زاییده شده است. این بای اسب داشته است. گفته است اکنون قاضی یک کاری میکنی این مال و ملک چندی میگیری گرفتن بگیر، لیکن حکم کن که همین گوساله که در خانه می کم بغل پیدا شده است از اسب من است. قاضی فریاد میکند فقیر و آدم دولتدار مرافعه سودی را تشکیل میکنند. میگوید که همین گوساله تو از اسب انا همین است. این فقیر میگوید چگونه آخر دلیل ها در کجاست؟ میگوید چشم های گوساله در رنگ چشم های اسب است. و بین میگوید گوساله تو هم 4 پا دارد، اسب هم 4 پا دارد. بیچاره آدم فقیر کسی به دادش نمیرسد. حکم میکنن گوساله را میدین آدم دولت داره. این آدم فقیر خیلی ناراحت میشود، همون سود عالی دا می نویسد بالاتر. میگه شاید در اونجا یگان آدمی با عدالتی وجود داشته باشد. مکتوب شد آدمی سود عالی میگیرد میخواند، در تعجب میافتد. آدم عادل بوده است، آدم خدا ترس بوده است. در او فریاد میکند آدم این فقیر و آدم دولتدار در مرافعه سودی. بعداً چیکار میکند؟ یک کمی می نشینند و آدم دولتدار منتظر است که کنی این سود عالی چی میگوید. این سود عالی که آدم مسلمان بود، آدمی با توفیق از خدا ترس که بود، از جاش میخیزد و میگوید انا من 3 روز بعد حکم میکنم. این دولتدار میپرسد برای چی 3 روز بعد حکم میکنی؟ برای میگوید که کسل حیض شدم. این مرد است سود. این دولتدار میگوید عجیب نخواه که مردم حیض شود. میگوید من منتظر انا همین جمله بدم، نخواد که اسب گوساله زاید. اسب گوساله زاید عجیب نیو، لیکن مرد اگر حیضید عجیب است. ها گفتن این همون دولتدار میگد با یک جمله میگد متهم کردن و گوساله هم بیچاره را گرفته در صاحبش دادن.